بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. اما بعد، البته پیامی داشتیم من حیث یک مجاهد امارت اسلامی و سرباز اسلام برای ایرانیان و نظام مفسد ایران که با صبر و حوصله مردم افغانستان و افغانان بازی نکنین. ما همچو مزدوران استعمار نیستیم که در برابر شما گذشت کنیم و تضرع سرخم کنیم. البته شما باید است که مدیون حوصله‌مندی بزرگان امارت اسلامی باشین. در غیر از یقین داشته باشین که بسیار با شوق و علاقه بیشتر از جهاد در برابر استعمار آمریکا در برابر شما بخواهیم جنگید انشاءالله، و آنچه که حق ماست از آن دفاع خواهیم کرد. دفاع از سرزمین اسلام و تمامیت ارضی و ناموس ملی مسئولیت همه مسلمانان افغانستان است. اگر شما بخواهید تعرض کنید و بر حقوق مردم ما دست اندازی کنید، حق ما را از حلقوم پدر و پدرکلانانتان میکشیم. و اگر یک بار بزرگان امارت اسلامی اجازه دارند که مجاهدین امارت اسلامی وارد جهاد و معرکت در برابر شما شوند، مطمئن باشیم که انشاءالله به زودی ایران را فتح خواهیم کرد. اون شیطان بازی هایی که شما با غرب در حقیقت دوست هستید میکنید، باز با ما اینطور بازی کردن نمیتونید. ما صادق در راه خدا هستیم و این را حق مسلم خود میدانیم که از ارزش های اسلامی، از تمامیت ارضی و ناموس ملی مردم خود دفاع کنیم و از مجاهدین امارت اسلامی و همه هموطنان عزیز خود خواهشمندیم که آماده همه